من دیروز این شیرینی ها رو درست کردم. بعد من همیشه شیرینیامو این شکلی میخورم، هیچ وقت کامل نمیخورم، یه تیکه ازش میخورم، یعنی شاید مثلا 2 روز طول بکشه تا یه دونه از این شیرینی ها رو بخورم. اینا رو دیروز درست کردم. البته یه 6-7 تایی از اینا کم شده، ولی خب اینو میخواستم بگم که واقعا خیلی زمان بره، خیلی ظرف در میاد، خیلی ظرف کثیف میشه. 2 بار من فرو زدم. خب چون فرای خونگی محدوده، شما نمیتونی که کل شیرینی رو توی یه نوبت همه رو جا بدی توی فر. سینی کم داری، من فقط یه دونه سینی دارم. خب بعد فرم جاش محدوده، طبقاتی نیستش، اینه که خیلی زمان میبره. و این دوستامو میبینم که توی پیجا توی خونه قنادی میکنن، کیک میپزن، واقعا خیلی کارشون سخته، خیلی ظرف در میاد، خیلی زمان بر هستش. یهویی میبینی مثلا اون حجم از شیرینی که اونا درست میکنن، فکر میکنم یه 2 ساعت بدون اینکه غذایی درست کرده باشن، خونه‌ای تمیز کرده باشن، شاید کل روزو وقف همون شیرینی درست کردن کرده باشن. واقعا دست مریضات داره براشون.